أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه في كل نفس عددهم ووسع علم الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث پیامبر است که می‌فرماید سبعة یظلهم الله تحت ظل عرش یوم لا ظل الا ظله، امام عادل شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که 7 نفری هستند که در تحت سایه عرش الهی هستند در روزی که نیست سایه مگر سایه عرش خداوند. یعنی در اون روز مشکلات دیگر هیچ سایه غیر سایه عرش خدا نیست. همین 7 نفر، 7 کرده، 7 عامل در تحت همون سایه خداوند هستند در اون روز مشکلات. اول میگه امام عادل، یعنی پادشاهی عادل. اما میگه اگر ظالم باشه چی؟ خداوند میفرماید استعیذ بالله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. یعنی گمان مکن خداوند را که از اعمال ظالمان غافل است، بلکه مهلت میدهد ایشان را تا روزی که خیره میشود در آن چشم ها، یعنی تا روز قیامت اونها را مهلت میدهد که یعنی که توبه کنند. در آن روزی که چشم ها میگه سرهای خود را بالا گرفته و یک طرف راست میشتابند، چشمانشون میگه فرو بسته دیگر پوشیده نمیشوند، همون خیلی دیگر راست رفتن میگیرند. باز حدیث پیامبر است که اتقوا دعوت المظلوم و ان کان کافرا فانه لیس دونها حجاب. بترسید از دعای مظلومان اگر چند اون مظلوم میگه کافر باشه، بس بدرستی این که نیست بین او بین قبول شدنش نزد پروردگار دیگه پرده نیست، حجاب نیست. پیامبر میفرماید که اگر یک انسان به 70 گناه به خدا رو پرو شود خدا هم میبخشش، لیکن یک کس اگر ظلم کرده باشه پروردگار رو نمیبخشد. دوم کسی است که شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که یعنی که جوانی که دوران باشکوی جوانی را در عبادت و بندگی پروردگار سپری نموده است. حدیث پیامبر است که خیر شبابکم من تشبه بکهولکم و شر کهولکم من تشبه بشبابکم. بهترین میگه جوانهای شما کسی هستند خودش به کلم سالها مانند کنه، یعنی لباسهای دراز و لباسهای تقوا بپوشه. و بدترین پیرهای شما کسانی هستند خودش را به جوانها مانند کنند. 50 گذشته سال شورتی میپوشه و حال بریجای تنگ میپوشه و کراسافکی میپوشه و یعنی که طرفش خلاص شدگی او طرفش نزدیکه، حالی هم حواسی یعنی جوانی داره. پیامبر میفرماید که 5 چیز را قبل از 5 چیز غنیمت بدونه، یعنی که زندگی را پیش از مرگ و جوانی را پیش از پیریش. یعنی که شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت خدا صرف کرده است حیات چه او انسان هم در تحت همون چی است. و ثروتمندی را پیش از اینکه شما در حالت فقیری میایید، پیش از فقیر شدن ثروتمندی را غنیمت بدونید و صدقات و خیرات و بیوه‌زنها و یتیمان را یاردن کنید. و چهارم سلامتی را پیش از بیماری شدن، یعنی که قدری سلامتی را دونستن در که پیش از اینکه به یگان کسل گرفتار میشه دیگه از دست هیچ نمیاد. و فرصت فراغت را پیش از گرفتار شدن، یعنی وقتهای خالگی را پیش از اینکه به یگان کار یعنی مشغول میشوی. حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اگر پیرمردان میگه عبادتگزار و جوانان فروتن و پرهیزگار و حیوانات علفخوار
موجود نمی بودند، خداوند متعال حتما بر اثر گناهان عموم مردم آنها را به عذاب سخت گرفتار میکرد. یعنی به خاطر همون نوجوانهایی که عبادت گزار هستند و پیرانی که نماز میخوانند دعا میکنند در حق مردم، یعنی به خاطر همین با حیوانات علفخوار خداوند بلا را موقوف میگذاره، یعنی که به سر ما و شما به اثر گناهامون نمیارش، از احترام همین انسان ها. و رجل قلبه معلق بالمساجد، و مردی که دلش یعنی که معلق بر مساجد ها است، یعنی که دائم در فکر نماز جماعت است. حدیثی پیامبر است که ارتباط و علاقه به مسجد. و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مضمون حدیث همین است که ابو سعید خدری روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت دیدید مردی را که دلبستگی دارد به مسجد، به مؤمن بدن او گواهی بدهید، یعنی بدون که او مؤمن است. حدیث دیگر شر المجالس الاسواق و طرق و خیر المجالس المساجد فإن لم تجلس في المساجد فالزم بیتک. پیامبر میفرماید که بدترین مجلس ها بازارها و راه ها هستند، یعنی که در بازارها زیاد گشتن و در راه ها، یعنی که در راه ها راست ایستادن و مردم سیر کردن، این بدترین مجلس هاست. و بهترین مجلس ها مسجد هاست. میگه بس اگر در مسجد ننشستی میگه بس لازم بدون خانت، یعنی که در خانت برای بنشین. و چهارم کسایی که در سایه عرش خداوندن رجلان تحابا فی الله اجتماع علیه و تفرقا علیه، و دو مردی که خاص به رضای الله با همدیگر دوستی میکنن، وقتی که جمع میشن به رضای خدا جمع میشن، وقتی که از هم جدا میشن به خاطر دین رضای خدا جدا میشن. حدیث پیامبر است که من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی را دوست می‌دارد خاص به رضای خدا و بعد ببیند خاص به رضای الله، و چیزی که عطا کند میدهد، صدقه میکند برای رضای خدا بکنه، و چیزی را که منع میکنه انسان این هم برای رضای خدا باشه، بس به تحقیق ایمان همون شخص کامل است. من سره ان یجد حلاوت الایمان فلیحب المرء لا یحبه الا الله. پیامبر با در حدیث میفرماید که هر کی خواهد حلاوت ایمان را در قلبش حاصل کند، مردم را فقط برای رضای خداوند دوست بدارد، نه به خاطر دیگر چیز، نه به خاطر مال و دولت و چیزهای دیگر، بلکه برای عملهای صالح و اخلاق نیک و محبت نماید. آنگاه این دوستی محبت خاص برای رضا خداوند است و عاقبت آن به خیر خواهد بود. باز در حدیث دیگر می‌فرماید احب الاعمال الی الله تعالی الحب فی الله و البغض فی الله، یعنی که بهترین عمل نزد پروردگار یا انسان باشه که یک شخص به خاطر رضای خدا دوست بداره و بدبینیش هم به خاطر رضای خدا باشه، یعنی که او را به خاطر عملهای نیکش برای رضای خدا دوست بداره، عبادتگر متقی است، این را به خاطر نافرمانی الله بعدش ببینه که این انسان خدا را فرمانای بره. پابند امر حق شنهی از وفا ملاف، با خالق چی کردی که با خلق او کنی. یا انسان نماز نمیخونه هرگز به مردم نیکی او نمیرسه، چون که به خالقش چی کرده است که پروردگار این نعمت‌های بسیار داده است، شو او انسان عبادت خدا را نمیکنه. ابر باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. چی شرط انصاف که این همه نعمت‌های پروردگار در اختیار ما و شما با ما فرمان الله نبریم. این دو مردی بود که برای رضای خدا دوستی کردن، اینها هم در زیر عرش پروردگار هستند. خداوند همه ما و شما را هم خیلی محبت همدیگر را برای رضای خدا کرده باشه که روز قیامت در همون زیر عرش الله باشیم، در روزی که هیچ سایه نیست، در روزی که میگه آفتاب یک نیزه پایان میفروید، سر انسان جوش میاد مغز سرش از جهت گرمی. خداوند همه ما و شما را از این بلاها نگه داره. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. و دیگر پنجم نفری که در سایه عرش خداوند هستند،
مرد است که یاد خدا را میکنه، ذکر یاد خدا را میکنه، عبادت میکنه در حالی که تنها است و از ترس الله، از ترس خوف الله از چشمانش اشک میریزه، یعنی که گریه میکنه و دعا میکنه در نزد خدا. آیه کریمه است که انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. یعنی این اجازه نیست که مؤمن اساسی، یعنی مؤمن کامل کسی است که هر وقت یاد خدا کرده شود دلش میلرزد، یعنی از ترس الله دلش میلرزد و هر وقت تلاوت کرده شود برای اون آیات های قرآن را زیاد میشود انسانی، یعنی با قوت و پرقوت میشود و علی ربهم یتوکلون و بر پروردگار دائم توکل میکنه، یعنی توکلش به خداست. حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که عن موسی رضی الله عن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا في حجره دراهم يقسمها واخر يذكر الله لكان الذاكر لله افضل. اگر میگه انسان در دامنش، میگه در دامنش دینار و درهم زیاد باشه در راه خدا در مسکین ها و فقیرها تقسیم کنه، یک انسان ذکر خدا را زیاد کنه، میگه هر آینه این ذکر کننده افضل است از او کسی که قدر صدقه و خیراتی که در راه خدا میکنه. با همین انشاءالله که صحبت ما با فرمانده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. زشتگان ما و شما رو غریق رحمت شو استجاب.